پسری بود هر شب ساعتهای یک شب خودش را پاک کرده کتاب قرآن را در دست گرفته می‌خواند. از این چند وقت می‌گذرد یک شب در گوش‌های مادر صدای فارم پس پس می‌رسد. مادر از جای خیسته می‌آید پیش اتاق پسرش، از پس در گوش می‌کند آواز قرآن خوانی پسر را. از این بین چند قدم می‌گذرد پسر وفات می‌کند. شب می‌شود در گوش‌های مادر صدای گریه پس پس می‌رسد. مادر می‌رود اتاق پسرش، صدای نیست. از اتاق بیرون می‌شود، باز بر گوش‌های مادر صدای گریه می‌آید. مادر رفته واقعه را پدر پسر در نقل می‌کند. پدر و مادر پسر شب دیگر باز صدای گریه می‌شنوند. می‌روند بر اتاق پسرش، صدای گریه است و در اتاق کسی نیست. از اتاق بیرون می‌شوند، باز گریه می‌آید. سحر پدر پسر یک عالم باسواد را می‌آورد به خانه اش. شب باز صدای گریه می‌شود. عالم از پس در اتاق پسر گوش می‌کند و عالم گریه می‌کند. پدر پسر می‌گوید برای چه گریه می‌کنی؟ عالم می‌گوید پسر شما وقت قرآن را می‌خواند در اینجا ملائکه ها گوش می‌کردند. حاضر پسر شما که نیست، برای همین ملائکه ها گریه دارند. خداوند همه مسلمان ها را قرآن خوان کند. آمین.